آدم شرابنوش، زیناکار، دزد الحال در ترمه است. سخن پدر و مادرش نمیگرفت. حاضر یاردمش کنیم، همین اجازت است. بعضی برادرها اگر نام های ناحیه تان نگیرم، برای اینجا نام ناحیه هم آمد از کدام ناحیه این سوال داده است. انا البته برادر گپ آدم در مسئله یاردن نابسته وی کسی باشد نباشد، شما دستی وی بگیرید. شما بینید که یاردن کردن یا صدقه دادن از صدقه های نافله گوییم، فرضی نه. حتی آدمی که مسلمان نیست، ایمان ندارد، اسلام اجازت میده که همون را یاردن کنید، در همان صدقه کنید، همون هم ثواب میگیرید. حالا که این برادر ما اگرچه این کارها را کرده باشه و زندان رفته باشه، اگه گمانم همیه که بعدی مثال زندان شدن، شاید در این آدم یگان پشیمانی هم پیدا شده باشد، شاید یگان خودش اصلاح هم کرده باشد. برای همین شما یاردن کنید. هیچگاه نگویید که این شراب نوشه، این زیناکاره، این را یاردن کردن دم. نه، وقتی یاردن کردی با نصیحتش کن، رفتی پیشکش بگو بچم دیدی که همین کارهای خوب نبوده، دیدی که تو همین کارها مقصد همین زندان یا همون مقصد همین مشکلاتی به سرت آمد، دیدی که از پشت چی کارها آمدی، همین اذیتی که تو میکشی دیدی که از پشت چی بوده. برادری عزیز، که مقصد این روزها که گذشت دیگر اکه دنب این کارها را پرتا توبه که به سوی الله مهربان، نمازها تا بخوان، این مبلغ بگیر در جانک شیرین صرف کن، تلفونات بابتش کی یاردم در کار شید. من برادر عزیز مقصد در قوتتم، یک آدم شما برادر عزیز یک آدم سببی رای درستش بشه، آخه اصلا همین دعوت برای کیه؟ دعوت برای همین آدم نمازخانه، همین 4 نمازخانه جمع کنیم همه را دعوت کنیم. همین آدمی که ای نماز دوره، آدمی که مقصد ای اسلام دوره، آدمی که قاعده و قانون دین نمیدونه، همون را دعوت میکنی. آخه ایش زیناکاره، اوش عرق نوشه، ایش بیریشه، اوش بیستره، آخه اینها را هم دعوت کردن در کار کن. اینها خطی هم شیشتن در کار کن، اینها هم انسان هم کن. حدیثی مشهور داریم که وقتی یک یهودی را تابوت چه میگذرانیدن، پیامبر منجاش بلند شد، گفتن ای پیامبر بشی این یهودی های مقصد دشمنی مسلمانه نخیزه جا. پیامبر من یک سخنی بسیار بلنده گفتن برادر عزیز. چی گفتن؟ الیست نفسن؟ گفتن آیا انسان نیست؟ برادر عزیز گوش کنین، آیا انسان نیست؟ یعنی انسان در پیش خدا احترام داره، این مخلوق خداه، این را الله آفریده. برای همین این چیزها در برادران ما و شما را بد نرسه. من 10 آدم میدانم که از ما منتداری میکنن که ما در همین راه ها بودیم بابای حاجی، وقتی شما را گوش کردیم از همین راه گشتیم. پیامبر من حضرت علی را چی گفت؟ لا یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک من حمر النعم. یک آدم اگر راه درسته تو سبب شوی و وای پیدا کنه به سوی الله، از یک شتر سرخمویی که تو قربانی میکنی این بهتر است. یک شتر سرخمو را در عربستان میگه تا 10 میلیون دلار میفروشند. از این مردم باید ما برادرای عزیز باید هیچ وقت عینه زیاد دور نریم، اینها را دعوت کنیم، اینها قطعی بشینیم، اینها قطعی صحبت کنیم. پیامبر چی گفت؟ آخه آنچه را که برای خودت دوست میداری برای برادر مسلمان تا دوست نداری ایمانت کامل نیست. یک قصه بسیار زیبا است. حضرت مالک ابن دینار میگه در یک کشتی سوار بودم، در یک گوشه که کشتی میگه 4-5 تا همین مردم نشستگی بودن که در پیشون همین شراب ها موندگی و می نوشیدن.
میخندیدن، وقت خوشی میکردن، بگیم عرق نوشی میکردن. حلقه مالک ابن دینار همه خیلی نفرهایی که اکو با ذکر مشغول، همه مقصد بگیم که با قرآن خوانی مشغول. میگه یک نفرش گفت حضرت گفت ده حق کمی بدبخت های دعای بد که این بدبختی را بگفت یا عرق نوشیدستن، ما در درون یا بحر رفتیستیم. آخه ای پشتی مقصد همین بدبخت ها یک یگان آفت و بلا به سرمون نیا. حضرت مالکی برادرای عزیز، ولی بعضی همون میدونید برای چی هم خیلی حالت ها در و ناراحت میشیم؟ برای که علمون اندکای، جهلمون زیادای. حضرت مالک ابن دینار میگه دستش برداشت گفت خدای مهربان، همین 4-5 نفری که همینجا معصیت دارن، یعنی عرق نوشی دارن، وقت خشی دارن، خدایا همین ها را داخلی جنت که. الله اکبر. میگه نفرهایی که با امام حضرت مالک ابن دینار قطعی نشسته بودن، همش میگه با حضرت مالک غضبناک شدن، گفتن چی دعا بود مقصد؟ یا را صدقه این دعا کنه، چی باید خیلی دعا کردی؟ گفته برادرای عزیز، گفت همین سخنایی که من قبلا گفتم، گفت پیامبر چی گفته است که برای خودت آن چی را دوست بداری برای اینها دوست بدار. منم دوست میدارم که اینا جنت بروند. یعنی شما یک چگو بدانید که پیش از آنه که اینها باید جنت بروند، اینها اول اصلاح میشوند، پاک میشوند، اطاعت خدا میکنن، بعد جنت میروند. یعنی این دعای ما معناش همیه که اینها را اصلاح میکنه و اینها بعد اصلاح شدن میروند جنت. دیدین برادر عزیز و گرامی؟ ولی من میگم کسایی که درو ناراحت میشین، که ممکن ناراحت هم شین، ای حاجی میرزا با زیناکارا را و شرابخورا را تعریف داره. نه، اینجا تعریف گپ نمیرود. پیش پیامبرمان یک نفر آمد، چی گفت؟ گفته حبیبی خدا، من همین زنا کردن دوست میدارم. در گرد پیامبر او صحابه ها طاقت شنیدن این گپ نداشتن، خیستن ایجاشون خواستن که صد راه همون شوند، شاید خواستن همون را مقصد لط کوب کنن. پیامبر ما گفت بشی بچم اینجا بشی. شناندش گفت همون زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای مادر یک برادری تو است. همون زنی را که تو میخواهی که زنا کنی اپا یک برادری تو است. همون زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای خواهر یک برادری تو است. زنی را که تو میخواهی زنا کنی وای زن یکی از برادرای تو است. آیا میخواهی که با مادری تو، با اپای تو، با زنی تو، با خواهری تو کسی زنا کند؟ میخواهی که خیلی شان شرفی تو را پس کند؟ گفت نه حضرت. گفت پس بچم هرگاهی که دست به همین کار زدی، در پیشت همون مادر و همون اپا و خواهر و زنی خودت پیش رو بیار که اگر همین حالت در روی تو بیاد، پس چگونه خودت تصور میکنی؟ این جوان میگه در حال گفت حضرت دعا که گفت گفت از همین کاری بد بگردم. پیامبر گرامی در حقش دعا کردن، یکی از آدمای ولی شید، یکی از آدمای خداشناس شید. بین وقتی وای گفت زنا میخوام، پیامبر حقارتش نکرد، گفت بشی بچه جان بشی. برای همین ما برادر عزیز حق نداریم که هر یک نفری را که چی میدانی تو، همون گفتی شاعر که کس نمیداند در این بحری عمیق، سنگریزه قدر دارد یا عقیق. از خود همین مالک ابن دینار میگه، حکایه میکنن، میگه روزی آمد، میگه در قد راه یک آدمی مست افتیدگی بود، مست بود، میگه گرفت پایان شد، میگه نشست و آب گرفت، میگه لب دهن همون را میگه شست تازه کرد میگه و شینانده شد. گفت خدای مهربان، نعمت هدایت شد نعمت بزرگ است. ای الله مهربان، از همین بنده دورش نکرد. خدایا ای نعمت همین هدایت همین را برخوردار کرد. خدایا مقصد ای حالته که ای بنده را ببین،
آخه اگر یک نفر به ذات تو نزدیک شود چی زیان داره؟ میگه از بین یک روز گذشت، میگه مالک ابن دینار میگه در مسجد دیدش که نشستگی زار زار گریه میکنه. معامله را بین چخیل مردم با چخیل راه های خوب دعوت میکردن، چی کارهای را انجام میدادن، مردم هدایت میافتن، در حقشون دعای خیر میکردن. حضرت عمر را بینین در ابتدا کی بدوای کار در کشید، گفت تا پیغمبر از سرش نبرم کار ما در غلاف شده میمانم. یک پیغمبر در حقش دعا کرد، خدا هدایت چی کرد. حضرت فضیل ابن عیاض که یکی از عالمای بزرگ در ابتدا میگه من دزد بودم، دزد، ولی دعای یک نفری را که همو را طلا و تاراج کردگی بود، دعای همو تأثیرش کردم، هدایت یافت. برای همین برادرای عزیز هیچ وقت بدگمانی هم نکنیم، یاردم کنیم و در جای با یاردم در برابر یاردم با نصیحت مانم بکنیم. این است برادر عزیز، گوییم که دعوت درست دین همیه.